ساعتهای 4 صبح بود، تقریباً 1 ماه پیش. که ناگهان با صدای نوتیفیکیشن موبایلم از خواب بیدار شدم. اونقدری صداش بلند بود که کامل بیدارم کرد، ولی اون لحظه موبایل رو انداختم اونور و به خوابیدنم ادامه دادم. اما فردا صبح وقتی موبایل رو چک کردم چشمم به یه پیامی افتاد که به تلگرامم ارسال شده بود و جالب اون اکانت تلگراممو هیچ کس نداشت که وقتی پیامو باز کردم همینجا من واسهتون این وایس رو پخش میکنم. اگه داستان پشت این وایس و صدا واقعی باشه و اون چیزی که من فکر میکنم باشه، دیگه واقعا نیستم. بیاین بشنویم. خب، سلام برای بچه، چه خبر؟ نمیدونم چرا این سال 2025 اینقدر داره عجیب غریب واسم میگذره. اون از پیام نگین که واسم فرستاد و اون اتفاقات عجیب رو تجربه کردم، اون از کمپ جنگل که رفتم اونجا و اون ماسکای عجیب غریب رو دیدم، دایرکتایی که تازگی ها دریافت میکنم و کلن همه چی داره به سمت عجیبی پیش میره. خدا رحم کنه واقعا. اما اتفاق و صحنه‌ای که همین 1 ماه پیش باش روبرو شدم و به شدت وحشتناکه، مربوط به یه پیغام و یه وایسی هستش که به یکی از اکانت‌های تلگرامم ارسال شده بود و جالبه که اون اکانت رو با یه شماره مجازی ساختم که اون شماره و اون اکانت رو هیچ کس جز من و یک نفر دیگه نداشت. که اگه اون پیامو بهتون نشون بدم اصلا نمیتونید مثبت فکر کنید. یعنی وقتی واسه بار اول با اون وایس مواجه شدم، خدا میکردم که سرکاری بوده باشه و طرف فقط قصدش این باشه که بیاد منو الکی بترسونه. حالا داشتم با خودم فکر میکردم چطور این اتفاقو بیام بهتون نشون بدم که همه ببیننش، چون تایمش کم بود. اگه بیام توی این استوری کنم ممکنه همه نبیننش و حیف بشه اون اتفاق، چون واقعا جذابه و ترسناک. اگه بیام توی یوتیوب خالص ازش ویدیو بسازم، کلا تایمش شاید 1-2 دقیقه بشه و فیلم 1-2 دقیقه‌ای اصلا توی یوتیوب معنی نداره. نشستم و با خودم فکر کردم که یه ایده‌ای به سرم رسید. وقتی توی اینترنت چرخیدم فهمیدم فقط من نبودم که چه این پیغام صوتی واسم ارسال شد، بلکه هزاران نفر بودن که تجربه‌ای دقیقاً مشابه با منو داشتن و شاید اون اشتباهی که من کردم و اونا هم انجام دادن که باعث شده همچین پیامی بهشون ارسال بشه. به خاطر همین تمام اتفاقای اونا رو سیو کردم، اتفاق خودم هم لابلاشون گذاشتم و این گونه شد که تصمیم گرفتم این ویدیو رو بسازم که کلاً قرار عجیب ترین پیغام‌های صوتی که مردم دریافت کردن رو با هم ببینیم و بعدش اون پیامی که واسه من ارسال شد و مورد بررسی قرار بدیم. حالا اولین اتفاق مطمئنم خیلی شما رو شوکه میکنه. مربوط به دختریه به اسم جین که تقریبا 2 سال پیش حس کرد که چند وقتیه یکی مدام اونو زیر نظر داره. وقتی میره بیرون انگار یکی داره تعقیبش میکنه و بدتر از همه اینه که چند بار وقتی در خونش رو باز کرد با سبدی مواجه شد که داخلش پر از خوراکی و کادو بود. فرستندش اصلا معلوم نبود کیه و جالبه که مثل این کادو رو چندین بار جلوی در خونش دریافت کرده بود، ولی هیچ اطلاعاتی راجع به فرستندش همونطور که گفتم وجود نداشت. جین چند روز بعد تصمیم گرفت توی حیاط پشتی خونش یه دوربین مداربسته نصب کنه تا نظارت و امنیت بیشتری توی محیط خونش داشته باشه. اما نمیدونست اون شخصی که داره تعقیبش میکنه خیلی حرفه‌ای تر از این حرفاست. یه شب در حالی که داشت تلویزیون تماشا میکرد یکی آیفون خونش رو به صدا در آورد، اما جین هیچ واکنشی نشون نداد تا اینکه فردا صبح وقتی تصاویر آیفون رو بررسی کرد با همچین عکسی روبرو شد. یه چیزی انگار سمت چشمشه و واضح نبودن چهرهش واقعا جین رو نگران کرده بود، تا اینکه فردا شب بازم انگار یک کسی اطراف خونه این دختر داشت پرسه میزد.
جین واقعا ترسیده بود، چون اون شخص دیگه داشت به یه آدم خطرناک تبدیل میشد و همچین زیر نظر داشتنی ممکنه به یه اتفاق وحشتناک ختم بشه. جین دوربین موبایلش رو فعال کرد و در حالی که اون شخص اطراف خونش پرسه میزد تونست این ویدیو رو ضبط کنه. چنین صدای در زدنی طبیعیه که هر انسانی رو بترسونه. جین با پلیس تماس گرفت و وقتی پلیس به اونجا اومد هیچ اثری از اون شخص اونجا نبود و حتی دوربینی که اونجا نصب کرده بودم نتونست چیزی رو ضبط کنه. اما همه چی از فردا شب وحشتناک میشه. جین به خونه رفیقاش میره و تصمیم میگیره چند هفته پیش اونا بمونه که تقریبا آخرای شب ناگهان موبایل جین به صدا در میاد و ظاهرا یه پیامی واسش ارسال شده. وقتی موبایل رو چک میکنه میبینه یه وایس ایمیل طولانی و بسیار غیر عادی واسش ارسال شده که وقتی بازش میکنه ترس و وحشتش 100 برابر بیشتر میشه. I don't have a house. I don't have any friends. No love. I have nothing to lie on. I have no eyes. No fear in me. I have no meaning. But I have this urge to kill. This is my world. And I'm the one who controls this. It's not a bloody game. I'll take you at any time. And you can do anything. I know you best. Where you are. How fast you can run. And what scares you. I'm real. I'm not a legend or story. I took the souls. تصور این که من و شما گیره یه همچین آدم مریض و روانی بیفتیم ترسناکه، چه برسه که بخوایم تجربهش کنیم. و بعد این پیام جین تا مدت زیادی تصمیم گرفت دیگه تنها زندگی نکنه و اطلاعات بیشتری از داستان این دختر وجود نداره. اما رسیدیم به اتفاق دوم که به نظر من اصلا امکان نداره ساختگی باشه و حتی اگه به احتمال 1% هم واقعی باشه میشه بهش لقب ترسناکترین و واقعی ترین اتفاق دنیا رو داد که داستانش تو هر کشوری یه مدل تعریف شده. اما اصلی ترینش مربوط به یه اپراتور تبلیغاتیه که خیلی وقت پیش با مردم شهرشون تماس میگرفتن و ازشون میخواستن داخل یه نظرسنجی شرکت کنن و اگه توانشو دارن یه حمایت مالی از شرکتشون بکنن. با آدمای زیادی تماس گرفتن و طبیعتاً پول زیادی هم جمع کردن. اما یکی از تماسهای این اپراتور به شدت عجیبه. اونا صبح به یکی زنگ میزنن و یه پیرمرد میاد و تلفن رو برمیداره. اپراتور راجع به شرکتش و هدفش کلی با این پیرمرد حرف میزنن و وقتی ازش میپرسن آیا تمایل دارید که حمایت مالی از ما بکنید یا نه، پیرمرد همچین جوابی بهشون میده. راستش این چیزایی که الان گفتید و اصلا نفهمیدم. اگه میشه یه چند ساعت دیگه تماس بگیرید تا خانومم بیاد خونه، اون بهتر میتونه بهتون جواب بده. اپراتور هم میگه بسیار خوب آقا، چند ساعت دیگه مجددا تماس میگیریم. که بعد چند ساعت وقتی اپراتور مجددا با منزل این شخص تماس میگیره، همسر این پیرمرد میاد و تلفن رو جواب میده. اما یه چیزی این وسط غیر عادیه. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. Con la señora de Don Gonzalo. Sí. Buenas noches, mi nombre es Mildred Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. No sé si Don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí. Mi esposo falleció. Ya hace ¿Cuándo? 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor será su hijo? No, pero es que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie?
No. Pero si yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Señora, ¿me está hablando en serio? ¿Cuál es su Le nombre? estoy hablando María Isabel Rodríguez Rojas. واقعا عجیب شد. ممکنه با خودتون بگید که امکانش هست اپراتور اشتباه کرده باشه، اما نه. اپراتور مکالماتی که با شوهر این پیرزن که به گفته خودش خیلی وقت مرده رو کامل ضبط کرده بود. ¿Aló? Sí, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Milda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? ¿Y usted? Resfriada. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Ya. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme contestarla con mi señora y ¿A qué hora lo puedo llamar, don Gonzalo? dame el papelito, como a las 6. Después de las 6. Sí, Muy amable, don Gonzalo. cómo no. طبیعیه تعجب کنیم، طبیعیه که باور کردنش واسمون سخت باشه، اما اگه به احتمال 1% این تماس و اتفاق واقعی باشه میتونه وجود خیلی چیزا رو به همون ثابت کنه و به نظر من واقعا حرفی واسه گفتن نداشت. اتفاق سوم مربوط به این مرده، جوی بیکر، یه مرد 31 ساله که 8 سال پیش ادعا داشت یه وایس ایمیل غیر عادی از سمت رفیق مامانش که موبایلش رو گم کرده بود واسش ارسال شد. در ابتدا 2 تماس با این مرد از یک کشور دیگه گرفته شد، اما خوشبختانه این مرد هیچ پاسخی به اون تماسا نداد تا اینکه یه شب متوجه شد یه وایس ایمیل غیر عادی واسش ارسال شده و جالب اینجاست که این وایس ایمیل توی فاصله 3 ساعت بیش از 60 بار واسه این مرد ارسال شده بود. که بیایم اون وایس ایمیل رو با هم بشنویم. اوایل خیال میکرد شاید موبایل رفیق مامانش دست چند تا آدم مریض و روانی افتاده که قصد دارن مخاطبینش رو اذیت کنن. واقعا هم منطقیه، اما در کل اگه خودمون رو بذاریم جای اون شخص اصلا تجربه خوشایندی نیست. حالا به هم اجازه بدید اتفاقی که واسه خودم افتاد رو بهتون توضیح بدم. ببینید، من یه شماره مجازی دارم که باهاش یه اکانت تلگرام ساختم، یه ردیت و یه وبسایتی که فکر کنم کمتر کسی اون رو میشناسه و پیشنهاد میکنم اصلا سمتش نرید چون بسیار چرت و مخربه و ممکنه با چیزای زیاد جالبی مواجه نشید. به اسم فورچین، یه سایته که از هر اخباری و از هر مطلبی بی سانسور داخلش منتشر میکنن و من بعضی وقتا داخلش چرخ میزنم و خودم رو سرگرم میکنم. راستش من زیاد بلد نیستم با فورچین کار کنم. وقتی داشتم داخلش میگشتم با یه مطلبی مواجه شدم که زیرش مردم بحث زیاد میکردن و راجبش نظر میدادن. منم کامنتمو نوشتم و یه نظر راجب اون داستانه مطرح کردم و اولین باری بود که داخل فورچین کامنت میذارم که بعدش رفتم تا بخوابم که یهو با صدای نوتیفیکیشن تلگرامم که به شماره مجازیم وصل بود از خواب بیدار شدم. اون لحظه به قدری گیج بودم که اصلا نفهمیدم این اکانت تلگراممو هیچ کس نداره. پس چرا باید این موقع شب یکی بهش پیام بده؟ چون صدای نوتیفیکیشنش کلا فرق داشت. موبایل رو انداختم اونور و به خوابیدنم ادامه دادم که وقتی بیدار شدم و پیامو دیدم فهمیدم یکی از آرژانتین یه وایس واسم ارسال کرده با یه متن. همینجا گذاشته بودمش. من یه دقیقه موبایلمو بیارم، فکر کنم اونوره. شانس آوردم اون لحظه من اسکرین رکوردر گرفتم. نمی گرفتم این صدای میپرید و پاک میشد. فقط من یه دقیقه اینو پیدا کنم چون مال 1 ماه پیشه. همین، آره پیداش. خب
همینجا من واسهتون این وایس رو پخش میکنم. اگه داستان پشت این وایس و صدا واقعی باشه و اون چیزی که من فکر میکنم باشه، دیگه واقعا نیستم. بیایم بشنویم. فکر کن از خواب بیدار شی، تلگرامو چک کنی، ببینی همچین وایسی واسط ارسال شده. اصلا نمیشه مثبت فکر کرد. خب مخصوصا اون پیام آرژانتینی که بعدش ارسال شد. اول فکر کردم واقعا دارم با هم شوخی میکنن، چون اگه شماره اصلیم بود میشد این حرفو زد. قاطی کردم، نمیدونم چی بگم. ولی چون شماره مجازیمه و هیچ کس اونو نداره و اونه که به فورچین وصله، دیگه خیلی داستانو واسه من ترسناک کرد. و جالبه بهتون بگم که وقتی وایسو شنیدم سریعا ازش اسکرین رکوردر گرفتم، چون چند ساعت بعد طرف پیامشو پاک کرد و فهمید اشتباه فرستاده. و حدس من اینه که امکانش هست شماره‌مو از فورچین برداشته باشه، چون طرف آرژانتینی بود. و جالبه اون کامنتی که زیر اون پست گذاشتم درباره یه مرد مکزیکی بود که 2 هفته است ناپدید شده. و چرا من باید همچین وایسی دریافت کنم که انگار چند نفر دارن یکی رو خاک میکنن؟ صدای واقعا واضح بود و جز این هیچ برداشت دیگه ای نمیشد کرد. اما چرا باید دقیقاً بعد این وایس و پیام به آرژانتینی بنویسه ما انجامش دادیم؟ چی رو انجام دادین؟ خدایا صبر بده. بس خدا نمیدونم آیا با یه جنایت واقعی برخورده بودم یا نه، و بازم نمیدونم آیا این کار فقط یه شوخی بوده یا نه. ولی اینکه طرف پیامشو پاک کرد خیلی منو بیشتر ترسوند. و در کل سعی کنید اصلا سمت این فورچین نیاین برو بچ، چون اگه یه مدت داخلش بگردید با چیزای چندان جذابی مواجه نمیشید و بعضی وقتا واقعا ممکنه خطرناک باشه. و این چیزی بود که من باهاش برخورد کردم. خیلی مشتاق بودم هرچه سریعتر بهتون نشونش بدم و اگه قضاوتی، نظری یا کامنتی داشتید حتما این زیر بنویسید، چون هنوز ذهنم درگیره و واقعا دیگه کشش ندارم راجع به این یکی بیام بشینم تحلیل کنم و یه فکر درست حسابی بکنم. اگه نظر، قضاوت یا تئوری داشتین حتما این زیر بنویسید. اما رسیدیم به اتفاق آخر که مربوط به یه مادر و دختره. اونا توی یه خونه تنها زندگی میکردن. بعد چند وقت یه اتفاق عجیب واسه شون افتاد که معلوم نیست آیا این اتفاق ماوراییه یا پای یه انسان مریض این وسط در میونه. یه شب این دختر توی اتاق مادرش بوده و راجع به شهریه دانشگاه با مادرش صحبت میکرده. در همین حین یهو موبایل مادر زنگ میخوره که وقتی موبایل رو نگاه میکنه دخترش روبروشه، اما موبایل دخترش توی یه اتاق دیگه است و خود به خود با موبایل این مادر تماس گرفته. اول خیال میکردن شاید اتفاقی بوده یا موبایل قاطی کرده و زیاد جدیش نمیگرفتن، تا اینکه این تماس گرفتن روز به روز و بعضی وقتا ساعت به ساعت تکرار میشد و حتی موبایل این دختر یهو دوربینش فعال میشد و از محیط خونه ویدیو میگرفت و خیلی عملکرد موبایلش غیر عادی شده بود. تا اینکه یه شب وقتی این دختر مجدداً پیش مادرش بود، موبایل از اون اتاق خود به خود با موبایل مادر تماس گرفت که وقتی اون تماس رو جواب دادن ببینید چه اتفاقی افتاد. Message skipped. Saved message. بسیار عجیب بود. علاوه بر اینکه رادیوی اتاق روشن شد، یه چیزی یا یه کسی فریاد بسیار وحشتناکی کشید
و این اتفاق در زمان خودش حسابی مردم اینترنت رو ترسونده بود. اتفاقایی که الان با هم تماشا کردیم واقعا ترسناک بودن که مثل همیشه به این اتفاقات، حتی اتفاق خودم، به ترتیب نمره بدید که کدوم یکی از اینا بیشتر از همه ذهنتون رو درگیر کرد. خودم اگه بخوام نمره بدم، خب طبیعتاً به اتفاقی که واسه خودم افتاد نمره 1 میدم، چون هنوز ذهنم رو درگیر کرده. و اگه با ما موافق باشید خیلی عجیبه یهو از خواب پاشی و ببینی یه همچین وایسی دریافت کردی. ولی بازم خدا رو شکر واسه اون شماره و اکانت مجازیمه. رتبه دوم اون پیرزن است که شوهرش مرده بود و از اپراتور بهش زنگ زدن. اونم واقعا خفن و ترسناک بود. و در کل سعی کنید به این اتفاقات به ترتیب نمره بدید که ببینیم کدوم یکی از همه خفن تره. خلاصه عشق منید. مرسی که فیلمو تا اینجا تماشا کردین. حتما با لایک کردن، کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن از بنده و ثبت مورد علاقه خودتون حمایت کنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.